14 ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان پس از افتتاح بینای وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان در تالار برهوای انشاءات نو با راهبران و کارمندان مقامات عدلیه کشور ملاقات نمودند. نخست راهبر دولت محترم امامعلی رحمان همه اشتراکداران ملاقات را به مناسبت افتتاح گردیدن بینای نوی وزارت عدلیه تبریک و تهنیت گفتند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بنیاد انشاءات را نتیجه توجه خاصه دولت بر رشد نظام حقوقی و فراهم آوردن شرایط مناسب برای فعالیت خدمتچیان دولتی معنی داد نمودند. تاکید گردید که مقامات عدلیه تاجیکستان در برابر دیگر مقامات دولتی از جمله حفظ حقوق در صف پیش حفظ حقوق و آزادی‌های اساسی انسان و شهروند، حمایه قانونیت و عدالت قرار دارند. به اندیشه سرور دولت بینای نوی وزارت عدلیه تنها یک انشاءات معمولی نیست، بلکه افاده احترام به قانون، عدالت و پایداری استقلال ملی می باشد. گفته شد که تاریخ نظام عدلیه تاجیک با تاریخ طولانی دولتداری و سرنوشت ملت پیوند ناگسستنی دارد. نیاگان ما ارزش‌های عمومی انسانی به خصوص عدالت، عنعنه‌های دولتداری، قانون محوری و فرهنگ حقوقی را هنوز هزار سالها قبل آفریده به اهل بشر تقدیم کردند. کوروش کبیر که با نام کوروش بزرگ نیز یاد می شود و بنیادگذار نخستین امپریا در تاریخ یعنی دولتداری آریایی هخامنشی می باشد، همچون رمزی عدالت پروری، تحملگرایی و احترام و رعایت حقوق انسان در تمدن بشر مقامی خاص و برجسته دارد. اظهار داشتند محترم امامعلی رحمان. پیشوای ملت در این ضمن افزودند که از جانب سازمان بانفوذ یونسکو قبول گردیدن قطعنامه تحت عنوان استوانه کوروش کبیر، اعلامیه ابتدایی حقوق بشر و گوناگون رنگی فرهنگی که با تشبث تاجیکستان صورت گرفت، گواه این گفته ها و باعث افتخار هر یک ما می باشد. باید گفت که در زمان صاحب استقلالی با مقصد تحکیم دولتداری ملی و تامین نمودن رشد نظام حقوقی کشور اصلاحات فراگیر حقوقی عملی کرده شد و این روند ادامه دارد. محترم امامعلی رحمان ذکر نمودند که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان دایر به فراهم آوردن شرایط کاری کارمندان مقامات عدلیه در سالهای صاحب استقلالی در 33 شهر و ناحیه کشور بناهای خوشطرح و زمانوی مرکزهای عدلیه بنیاد کرده شدند. در 5 شهر و ناحیه دیگر بناهای معمولی پرره تعمیر و از نوسازی و با شرایط و امکانات‌های زمانوی تامین گردیدند. جاری نمودن کنسپسیای حکومت الکترونی، تشکیل مخزن‌های متمرکز اطلاعاتی و حقوقی، رقمی کنانی خدمت‌رسانی‌های دولتی، تکمیل فعالیت نتریت و مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی از جمله تدبیرهای حکومت کشور نامیده شد که به بلند برداشتن شفافیت، دسترسی شهروندان به خدمت‌رسانی‌های دولتی و تحکیم عدالت اجتماعی مساعدت می‌نمایند. تأکید گشت که مقامات عدلیه در سمت بلند برداشتن معرفت حقوقی اهالی و رشد فرهنگ حقوقی جامعه نیز نقش مؤثر دارند. ما باید همیشه در خاطر داشته باشیم که ولایت قانون اساس استواری دولت، کفیل عدالت اجتماعی و شرط مهم زندگی آسایشته مردم می باشد. ابراز داشتند سرور دولت محترم امامعلی رحمان. وزارت عدلیه وظیفه‌دار کرده شد که کار را جهت بلند برداشتن تفکر حقوقی جامعه تقویت بخشیده، آن را یکی از سمت‌های مهم فعالیت خود شمارد. ضمن سخنرانی پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان وضع ساحه و فعالیت کارمندان مقامات عدلیه را تحلیل نموده برای اصلاح بعض کمبودی‌ها در رأس راهبریت و کارمندان این نهاد بانفوذ سفارش‌های مشخص گذاشتند. توجه اساسی به صفت تهیه لایحه سندهای معیاری حقوقی به حکومت کشور پیشنهاد شونده ظاهر گردید. از این لحاظ رهبریت وزارت وظیفه‌دار گردیدند که برای بلند برداشتن سطح کسبیت کارمندان
و جاری نمودن تجربه مکمل تهیه لایحه سندهای معیاری حقوقی تدبیرهای ضروری راه اندازی نمایند. تأکید گردید که نورسایی کادرهای بلند اختصاص در ساحه حقوق بین المللی با قیدگیری و نظارت فعالیت اتحادیه‌های جمعیتی نیز بهبودی را تقاضا می‌نماید. ضرور شمرده شد که فعالیت عاید به رساندن اطلاعات حقوقی به اهالی از جمله با راه گذراندن جلسه‌های سیار، اندیشیدن دیگر تدبیرها جهت بلند برداشتن سطح دانش‌های حقوقی اهالی و مساعدت برای حل بحث‌های حقوقی آنها جانا کرده شود. سرریاست اجرای جزای جنایتی وظیفه‌دار کرده شد که نظام نظارت داخلی، کارهای اپراتیوی، انتخاب کادرها، آموزش وضع روانی کارمندان و محکوم شدگان، پیشگیری از واردشوی اشیای منع شده به داخل مؤسسه‌های اصلاحی و رعایت ولایت قانون را پرره بازبینی و تجدید نماید. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ابراز داشتند که به مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی و عملی سازی سیاست انساندوستانه قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو قبول گردید که این عمل امکان می‌دهد تا شخصان دست به جنایت زده اصلاح شده به نزد عائله و پیوندان خود برگردند. بنابراین رهبریت سرریاست اجرای جزای جنایتی از رهبر دولت سپارش گرفتند که تطبیق درست و بی‌غرضانه قانون مذکور را تأمین کرده ضمن تطبیق قانون به عامل‌های کروپسیونی راه ندهند. پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان سپارش دادند که با استفاده از امکانات‌های موجوده باید نظام حقوقی دولت باز هم تکمیل داده شده برای تشکل دولت پیشرفته، حقوق بنیاد و معاصر تمام شرایط ضروری فراهم گردد. رهبر دولت محترم امام علی رحمان اظهار داشتند که رشد تکنولوژی‌های معاصر، رقمی کنانی خدمت‌رسانی‌های دولتی مخصوصاً در فعالیت نotarially، ثبت اسناد حالت شهروندی و بلند برداشتن صفت خدمت‌رسانی‌های حقوقی از جمله سمت‌های مهمی فعالیت مقامات عدلیه به حساب می‌روند. در این روند ضرور شمرده شد که به مسئله‌های بلند برداشتن سطح کسبیت کارمندان، آموختن حقوق بین المللی و دانستن دو زبان خارجی اعتبار جدی داده شود. از کارمندان مقامات عدلیه طلب کرده شد که با مسئولیت باز هم بلند و صادقانه و صافدلانه به خلق تاجیکستان خدمت نمایند. پس از انجام سخنرانی میان سرور دولت محترم امام علی رحمان و وزیر عدلیه مظفر اشوریان و رهبران دیگر وزارات و اداره‌های داخلدار نشست پرسش و پاسخ دایر گردید. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به آنها دستور و توصیه‌های مشخص دادند.